یعنی گوسفند قربانی کار نمیشه. برای که حدیثی برای ابن عدی بند سنن اومده گینده رسول صلی الله علیه و سلم چیه؟ یعنی گفت که چی؟ چهار چیزی که باشد گوسفندان و قربانی به نمیشه. یکمیش چی گفت؟ یعنی العورا بینو عورها، یعنی یک چشمش تو کور باشد، یعنی یک چشمش نیست تماما و قربانی کار نمیشه. ها؟ دویمی چیه؟ ارجا بینو عرجها، یعنی چولاق میگم چی میگم؟ لنگ چولاق پشت شکسته یک تاش دو تا سه تا چهار تا شکسته که بین یعنی چولاق باشد، یعنی پشت نه حقیقی پوچی نیست، هوا شکسته باشد تمام وای نمیشه. یعنی ها سیمش چی گفت علیه الصلاه و السلام؟ مریضه، یعنی کسل. میدونید که گوسفند یعنی یک چیز نمیخورد یا چی نمیکنه، مثلا کسلیش میفهمید، ها بیام نمیشه قربانی کرد. چهارمش چی؟ خرابی که استخوانش مینماید و هم چی قربانی کار نمیشه. پشت شکسته باشد و قربانی کار نمیشه. سون دویمش مثلا این به کی جواب میدید؟ خودش جواب میدید، برای که رسول صلی الله علیه و سلم حدیث ابو داوود اومده اینده چی میگه؟ البهماء لیس علیها زمان، یعنی بهما گفته چی؟ حیوان های کار کارگیش به وای به زمان نیست، وای به چی؟ زمان نیست. فهمیدید؟ یعنی گارانتی نیست. حیوان زند یا که حیوان مثلا نه اینجا مثلا چی میگوین؟ یعنی مثلا یعنی حاضر مثلا یعنی یک زمین شما چهار طرفی کشادگی، ها زمین شما گوسفند من اومده زمین تو من اومده الفشون خورد، شما پیش من جنگ بنا بیاد، ها ما رفته خورگی نه الف شما، ها گوسفند خورد، ها گوسفند تو زمین من میگم که خیلی گوسفند عقل داره، تو هم عقل داری، زمین تو زبا چیکن دیوال کن تو نمیدونم گوسفند نمیداره. اگر حقیقی دیوال کار باشه من بیوم دیوالت شکسته گوسفندو به خونه درارم و آینده من چی میتیم؟ جواب میتیم. اما این خیر باشه وای چی کنیم؟ هم به یعنی خود گوسفند این گوسفند شکسته باشه چی میکنیم؟ یعنی رفته گوسفند که جنگ میکنه شما. خلاص وای چی هیچ زمان نیست، یعنی هیچ زمان نیست. وای به خودش چی میشه؟ فهمیدید؟ یعنی چی شده؟ یعنی این آدم عیبش که شده که برای همین عموم این چیز نه، این چیز باب وداعی به میدارد، یعنی ودیعه گفته یک امانت. مثلا نه هیچ بانک نمیدگی آدما چیزاش نه خونش ولی میمونن. مثلا یعنی یک آدم مثلا چه ماشینش خونش واره میموند، میگه که برادر من سفر کردگی ماشین دستش مونده است، ماشین احتیاط که شما نگاه کنید، خلاص برفتید. یعنی یک چیزی مثلا آفت الهی شد، زمین جنبی شد، یک چیز شد، مثلا ماشین یک بی عیب شما شد، ها ماشین مثلا چی شد؟ یعنی شما همین سببای گرفتید، خونه به در آوردید، گاراژ بمونده، دروش محکم کردید، تمام احتیاطای کردید، لیکن با وجود همین با چی شد؟ یعنی اینجا شما جواب نمیدید. لیکن اگر یک جا شما اینو چی کنید به سبب شما باشد و آینده شما جواب میدید. همین هم با این عیب این آدم یعنی گوسفند زاد